خبرگزاری رسمی حکومت تاجیکستان خاور شام 15 ینور سال 2024 خبر داد که روزهای دوم 15 ینور سال 2024 در شهر بادکند قرقیزستان واخوری نوبتی گروه‌های کوری توپوگرافی و گروه‌های کوری اوید به مسائل حقوق ایالت‌های حکومت جمهوری تاجیکستان و جمهوری قرقیزستان اوید به دمیلیتاسیا و دیمارکاسیای سرحد دولتی برگزار گردید. در مذاکرات بادکند طرف‌ها توانستند با 38 کیلومتر از قطعه‌های بحثی مرز تاجیکستان و قرقیزستان، مرز از همه مرکب و نزاع برانگیز در آسیای مرکزی را که در سال‌های اخیر عرصه چندین مناقشه خونین مسلحانه با صدا کشته و زخمی شده است مشخص کنند. در این واخوری گروه‌های کوری توپوگرافی 38 کیلومتر سرحد دولتی تاجیکستان و قرقیزستان را موافقه نمودند. جانب‌ها کار اوید به تفسیه منطقه‌های باقی مانده در واخوری نوبتی که در حدود جمهوری تاجیکستان برگزار می‌گردد ادامه می‌دهند. از نتیجه واخوری پروتکل دخلدار به امضا رسید. گفته می‌شود در اطلاعیه کوتاه رسمی درباره اینکه این 38 کیلومتر موافقه شده کدام قطعه‌های بحثی مرزی را در بر می‌گیرد در خبر چیزی گفته نشده است. اما روز 12 ینور سال 2024 رهبران ایالت‌های تاجیکستان و قرقیزستان در مذاکرات مرزی سیمومین یتیم و قمچیبک توشیف در پی ملاقات نوبتیشان در شهر بادکند قرقیزستان اصرار داشتند که آنها وابسته به سمت قلندو، مقصد، ارقه و راه خسته ورز به قرارهای مهم دست یافتند. روز 2 ینور سال 2024 وزیر کارهای خارجی ترکیه حاکم فیدان در دوشنبه در پی ملاقاتش با پرزیدنت تاجیکستان و با تکیه به سخنان امام علی رحمان خبر داد که سازشنامه مرزی تاجیکستان و قرقیزستان علیه ماه مارس سال جاری به امضا میرسد. با گذشت بیش از 30 سال از سقوط اتحاد شوروی از 970 کیلومتر مرز تاجیکستان و قرقیزستان تا کنون بیش از 300 کیلومترش همچنان تعیین و علامت گذاری نشده است. در قطعه‌های بحثی که اساساً در مرز تاجیکستان و قرقیزستان جایگیر شدند هر سر چند وقت بر اثر آب و زمین و چراگاه و راه مناقشه و رخ می‌دهند. این مناقشه و بعضاً به تیرپرانی‌ها می‌پیچند و باعث علاقت مردم از دو طرف می‌شوند. در سال‌های 2021 و 2022 در نتیجه زدوخوردهای مسلحانه در مرز دو کشور نزدیک 200 نفر کشته شده، بیش از 700 نفر از هر دو جانب زخمی شدند.